سلام و درودی دوباره به شما دنبال کننده های عزیزم. امروز به دلیل بلک فرایدی کلی از مجتمع‌های خرید و فروشگاه‌های برند تخفیف 30 تا 50% رو گذاشتن. منم امروز با استادم اومدیم خرید کنیم. مقصد اول ما مرکز خرید آتلانتیس در منطقه بوتیکنت می باشد. تا آخر ولاگ همراه من باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم لذت ببرید. اینجا که واردش میشیم فروشگاه ایسی وایکیکی هستش که حال و هوای کریسمس رو داره و کلی تزیینات و پوشاک برای کریسمس رو آورده. şeker getiriyordum ya. اینجا در راه رفتن به قسمت دوم این مرکز خرید هستیم که کلی فروشگاه‌های مارک و برند تو این قسمت هستن. و وارد مغازه US پولو میشیم. کیف ها و کفشاشون 30% تخفیف خورده بود و اگه 2 محصول خریداری میکردیم به جنس دوم 50% تخفیف میخورد. این کیف قیمت اصلیش 4000 لیر بود و ما 2800 لیر خریداری کردیم. اینجا وارد فروشگاه کتون میشیم و تمامی اجناس 50% تخفیف خورده بود، ولی خب چیز خاصی پیدا نکردیم و تصمیم گرفتیم بریم آنکامال. بین ایستگاه بات مرکزی یعنی همون جایی که الان هستیم تا ایستگاه اوکوپرو یعنی فروشگاه آنکامال 8 تا ایستگاه هستش، یعنی تقریبا 1 ربع. من واقعا عاشق حال و هوای کریسمس هستم و مخصوصا مغازه هایی که رو بردشون این درخت کاج رو میذارن عاشقشم و به خاطر همین برای شما هم گرفتم که لذتشو ببرید. حیاط ورودی آنکامال رو خیلی زیبا تزیین کرده بودن برای کریسمس و همونطوری که میبینید خیلی زیبا و جذاب به نظر میاد. حیاط پشتی رو هم تزیین کردن، حتی کاج گذاشتن که آخر ولاگ اونجا هم میبرمتون. اینجا وارد فروشگاه زارا میشیم و از این دامنهای لخت 3-4 تا برمیدارم برای پروف. اینها هم 50% تخفیف خورده بود، از 3000 لیر رسیده بود به 1500 لیر.
خب همونطور که میبینید برای مناسبت بلک فرایدی خیلی از ریون ها خالی بود و چون ما دیر رسیده بودیم تمام لباس های شیک و قیمت مناسب رو برده بودن. اینجا هم با باری سنگین پیش به سوی اتاق پروف و در نهایت رفتیم کشیر. صف خیلی شلوغ بود و تقریبا نیم ساعت تو صف بودیم که نوبتمون بشه. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. اینجا وارد فروشگاه تیمورتنکا شدیم و به کیف و کفشا هم 30% تخفیف خورده بود و همونطور که گفتم جنس دوم 50% تخفیف میخوره. اینجا هم این کوچولوی بامزه رو میبینیم که وارد این قسمت آب نباتا شده و اینجا هم تزیینات کریسمس رو کردن و هنوز دنبال کیف و کفش هستیم و پیدا نکردیم. اینجا قسمت داخلی فروشگاه آنکامال رو براتون گرفتم که هنوز تزیینات کریسمس ادامه داره و خیلی جذابه. و برای آخرین بار وارد فروشگاه تیمورتنکا شدیم و بوت مورد علاقمون رو خریداری کردیم. این بوت 30% بهش تخفیف خورده بود، از 6000 لیر رسیده بود به 4800 لیر. و اینجا تصمیم میگیریم خریدامون رو به پایان برسونیم و چون گرسنمون بود بریم یه چیزی هم بخوریم. اینجا طبقه سوم یعنی طبقه غذاخوری آنکامال هستش که خیلی شلوغ بود و به زور جا پیدا کردیم برای نشستن. و اینجا منوی مورد علاقمون رو از پاپی سفارش میدیم و نوش جام میکنیم. و اینجا آوردمتون حیاط پشتی که از این کاج زیبای کریسمس هم لذت ببرید. و در آخر پیش به سوی خانه. اینجا دیگه هوا شب شده بود، تقریبا 10 شب بود و بارون و تگرگ شدیدی میبارید. خیلی خوشحال شدم که تا آخر ولاگ همراه من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، اینطوری من حمایت میکنید. خیلی دوستتون دارم. تا ولاگ دیگر، خدا نگهدار، مواظب خودتون باشید.